ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون و اذا مروا بهم یتغامزون. وقتی که مؤمن ها از پیش اونها گذشتن، اونها رو چی میگیرن؟ ایراد میگیرن، اونها رو به چشم و به قاش تمسخر میکنن، عیبجویی میکنن، عیبگیری میکنن. نمیروز هم تو هست ریشدارها رو بینن در بازار و در کوچه ها، کارمندان نظارت را ریشدار در ماشین قپه تمام خدا میتیش، او رو تمسخر کرده، او رو حقیر کرد، تحقیر کرده، از ماشین میفرارد و تهدید کرده میبره به جای درکاری. همین خدا به پیغمبرش در 1440 سال پیش گفته بود زیرا کفر در همه عصر و زمان تا قیامت یک رفتار داره. و الا ریش برای مسلمان سنت پیغمبرش است، چهره زیبای محمد است. ریش حتی فتواها من کسی ریش یک آدم میتراشد به زور، اگر حکومت اسلام باشد برای این آدم ریش تراشیده کل دیت واجب می شود. من حکم ریش گویم، یک کس می ریش شما را به زور می تراشد، شریعت حکم او رو چی می کند؟ در خلاصه هم هست، این فقه حنفی است، حضرت امام اعظم فقهش است، حضرت امام اعظم فتواش است. برای این شخصی ریش تراش که او رو در شریعت حلاق میگن کل دیت واجب می شود. دیت انسان 1000 تیلاست یا 1000 گوسفند است یا 10,000 گوسفند است یا 1000 گاو است. یک آدم کسی ناگهان کشد، یعنی فلاکت قدر در شریعت او قصاص نیست، او رو دیت واجب می شود. باید که 10,000 تنگه است یا 1000 تیلاست یا که 1000 گاو پیشگاه خدا دستگرد. ریشی کسی را تراشن اگر گویا خون او را ریخت، گویا سری او را برید، بنابرای شریعت او را 10,000 تنگه باید جریمه شد که در صاحبش. امروز این حاکم های ما تراشیدن ریش مسخره کردیان، گویا این در اسلام یک چیزی عادی نادرکار باشد. یا الله، اینا از خدا نمیترسیده باشد. من به این کارمندای کارهای داخلی میگم عزیزان من، شما طاقت عذاب خدا که داره، والله تراشیدن ریش یک مسلمان برابر ریختن خونش است. این مذهب امام اعظم است. شما به خود بیایید چی کار کرد ایستادید. حتی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه را پرسیدن که یک آدم میخواد که ریش تراشد حق داره به او جنگ کند؟ حضرت میگه حق داره به او حتی تا کشتن جنگ کند. در خلاصه از کتاب دیات است. اگر این شورای علمای ما علماهای با ناموس داشته باشند، این فقه حنفی است، این قول امام اعظم است، بیارم به اونها نشان کیان. عزیز من، این ریشی مای تروریست نیست. او تروریستی لعنتی میخواهد با ریشی تراشیده هم با موی سرم با پاپیراس رو همون نیت ناپاک شکند. محمد تروریست نبود، اصحاب محمد تروریست نبودن، ریش زیباگیشان بود. ما علماء الحمدلله تروریست نیستیم، ما از تروریست بیزاریم. ما کسی میخواهد مسلمان خیانت کند در خانه‌ش و در ملکش و در آرامش، ما از او بیزار هستیم. نخواد که ریش نشانی تروریستی باشد، نخواد که تاقیچی سفید نشانی تروریستی باشد. یا الله، وقتی که از تاقیچی سفید عزیزان من شما نفرت داره، از کفن سفید هم نفرت کنه، کفناتان سانی سرخ کنه نباشد. پیغمبر خدا بهترین لباس مسلمان لباس سفید است، کرتی سفید، تاقی سفید، سلی سفید. حضرت حتی مرده هاتان کفن سفید کنه. تا چیل ریش ممکن نیست. وقتی که من 40 نرسیده مرم، وقتی که این جوانا 40 نرفته مرن، پیغمبر خدا اینا رو چی میگوید؟
پیغمبر خدا اینا رو شفاعت میکند یا نه؟ نه نمیکند. پیغمبر امت ریش تراشیده شه والله شفاعت نمیکند. وقتی که تا 18 نماز نخواند، تا 18 مسجد نرود، تا 18 رفته دیننگی بچه که 16 ساله رو من جنازه کردم مرد، وای حالو چی بشه پیشگاه خدا ده؟ و یکی از عذاب خدا خلاص میکنه؟ همین کارهای داخلی رو کارگراش، همین نظارتچی های راه و عمل نیسا نه نمیتونه خلاص کرده. عزیزانی من، بنابر ما رئیس جمهور احترام میکنیم. من رئیس جمهور شخصا خودم احترام میکنم. در من حضرت قبلگاهی شنیده بودم که نسبت این کس شما خیلی با آداب و با احتیاط باشید. من تا آخر در این عهد حضرت قبلگاهی میستم، لیکن من باز به اعلان میکنم به همه فهمن، همه حکومت دارا باید فهمن که پیغمبر ما گفت است لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت مخلوق هیچگاه جایز نیست. خواه رئیس عالی است، خواه جناب عالی است، خواه پرکرار است، خواه سود است، وقتی که در او رو ما قبول نمیکنیم. ما قبول، یکی من اگر سرم برن قبول نمیکنم. ما مسلمان هستیم، خون ما خون مسلمان است. ما هیچگاه ناآرامی جمهور کشور ما نمیخوایم. ما میخوایم جمهوری ما آرام باشد، تیز باشد، پیشرفته باشد. نخواد که همین مسجدها آرامی جمهوری ما رو کلید کنند، نخواد که همین ریش آرامی جمهوری ما رو کلید کنند. آخر این تروریسم اول خودی امریکا برآورد. والله همون القاعده بدبخت هوای خودش تربیت کرد، به افغانستان سر داد. در زمان شوروی نه القاعده بود، نه تروریست بود، نه تروریسم بود. اینها از کجا پیدا شدن این اصطلاحات؟ امروز حال ما همین است. امروز وقتی که شب این آیه مبارکه رو میخواندم آب دیدم میریخت. به خدا من مراجعت کردم، خدایا ما از دست من چیزی نمیبیاد. من همون دعای حضرت نوح به تو میکنم، رب اینی مغلوب فانتصر. آخر او تروریست بدبخت با موی سرم میتونه این کارش کنه. باریشی تراشیدن میتونه، با همون پاپیراس هم میتونه وقتی که نیتش پلید باشه این کار کنه. نه به همه شما من خطاب میکنم، بچه های عزیز، شما یگان کاری جنایت دست نزنید، فقط صبر کنید. صبر کنید. خوب ریشاتان میتراشن، تحقیرتان میکنن. اگر یگان کاری خلاف قانون کنید ما از شما همچون پیشوا راضی نیستم. صبر کنید، انشاءالله آخر غلبه بر اسلام است. انشاءالله مثل که خداوند حزب کمونیست از جامعه دست کرد و پرتاف، دست میکنید میپرتاف. شما لیکن یگان کاری خلاف قانون دست نکنید. صبمون ریشاتان تراشن، گریه کنید، به خدا مراجعت کنید. مون روی مالای دختراتان گیرن، چیکارین؟ عکس العمل نشان نده، به خدا مراجعت کنید. خداوند خدا خودش اینا هم دیده است، ما هم دیدی شده است. خدا انتقام مظلوم از ظالم میگیرد. وقتی که قاری را در پیشی کسی تیسته میبلست یوسف بودای میخفن ریشاش میتراشن، قاری و نزد ما آمد گریه کرد. آنان دادر عزیز صبر کن، انشاءالله خدا خواه ثواب میگیری. یگان کاری دیگر دو دست نزن. باز میگم از شما عزیزان، بچه های خوش رو، خوب شما میتونی به رئیس جمهور شکایت کنی. خدا خواه رئیس جمهور از این خبر ندارد، من باور دارم. شما میتونی به رئیس شورای عالی محمد سید عبیدالله شکایت کنی. شما به سود و پرکرار شکایت کنی از روی این ملیسه‌هایی که ریشاتان میتراشن، شما را حقارت میکنن، شما را تحقیر میکنن. مراجعت کنی، قانونی مراجعت کنی، انشاءالله فریاد شما به یک جا میرسد. اما گپشان نگیرید. ریشاتان تراشیدن بمونه، برود. تاقیاتان گرفتن فردان با تاقی نمونید. خوب این حکم اسلام است.
کسی ریش شخص میتراشه برابر به سرش بریدن است گناهش. بنابر کل دیت بر همون سرتراش واجب میشه. سرتراشایی که ریشای مردمان به لسان میبرن میتراشن، شما دانید که خداوند پگاه با قیچی های آتشین ریشای شما رو میتراشد، با شمشیرهای آتشین سر شما رو میبرد.